نقاط مختلف لس آنجلس آتش سوزی های اتفاق میفته که بزرگترین اونها در منطقه پالیسیدز اتفاق افتاده بود. موقعی که در ساعت 10:30 صبح آتش سوزی پالیسیدز شروع میشه، چنان به سرعت گسترش پیدا میکنه که 15 دقیقه بعد ماهواره ها میبیننش. یعنی اینقدر سریع بزرگ شده بوده. این آتش در جنگل‌های خشک پالیسیدز که کم جمعیت هم هست شروع میشه و خیلی سریع خودشو میرسونه به شهرهای بزرگ نزدیکش. شهرهایی مثل مالیبو و سانتا مونیکا، دو تا شهر خیلی پولدار و گرون قیمت جنوب کالیفرنیا، مخصوصا مالیبو که بیشتر سلبریتی ها اونجا ساکنن و گرونترین خونه های دنیا هم اونجاست. ولی این آتش اصلاً شوخی نداره. به احتمال خرابکاری وجود داره. یعنی کسانی از روی عمد آتش زدن و یا ممکنه رعد و برق باشه و یا شکستن تیر برق، افتادن زمین و اتصال آتش سوزی. اما چیزی که آتش رو خیلی سریع غیر قابل کنترل کرده بود این بود که بادهای شدیدی هم از شمال شرق میوزید که بادهای معروفی هم هست، بهش میگن بادهای سانتا آنا یا یک اسم دیگه هم داره، بادهای شیطانی. وقتی این باد با این سرعت و با این قدرت میوزه، آتش رو عصبانی‌تر و شعله‌ورتر میکنه. چیزی که تو این بادهای سانتا آنا بادهای کویریه، برای همین هم خشکه هم داغه. بادهایی که خودشونم بعضی وقتا موجب آتش سوزی میشن. در مواقع آتش سوزی معمولاً هواپیماها و هلیکوپترهای آتش نشانی بلند میشن و خیلی سریع با موادی که دارن آتش رو خفه میکنن. اما این بار این بادهای شیطانی که در بعضی مواقع تا 100 کیلومتر در ساعت سرعت داشتن، اجازه نمیدادن هواپیماها و هلیکوپترها درست کارشون رو انجام بدن. توی همون فرودگاهاشون زمینگیر شده بودن. کارشناسان آتش نشانی اعلام کردند که این آتش سوزی بر اثر خشکی هوا، خشکی خاک و زمین و بادهای پرقدرت انقدر زبانه کشیده. مشکلی که این آتش سوزی رو بدتر میکنه اینه که در جنوب کالیفرنیا در چند ماه اخیر یک کم هم بارون نیامده و همین باعث شده که خاک به شدت خشک بشه. آتش سوزی بزرگ پالیسیدز و آتش سوزی های کوچیک اطرافش باعث شده که مردم بیشتر از 200,000 خونه رو تخلیه کنن، چون این آتش ها خیلی خطرناکه. نمیدونم شنیدید یا نه، وقتی تو این مواقع در 5 کیلومتری روی کوه آتش میبینید، نباید فکر کرد آتش دوره، که 5 کیلومتر حالا فاصله است، کی میخواد به من برسه؟ خیلی سریع میرسه. کسانی که تو این جور آتش سوزی ها گیر کردن، اگر بپرسید تعریف میکنن که چقدر سریع خودشو میرسونن. به خاطر همینم توی لس آنجلس تو بزرگراه‌های مختلف موقع آتش سوزی ترافیک شدید بوده. مردم از ترس اینکه آتش بهشون نزدیک نشه پیاده شدن و با پای پیاده فرار کردن. بعد با بولدوزر این ماشین ها رو میزنن کنار که راه باز شه. در حال حاضر آتش سوزی پالیسیدز بیشتر از 8600 هکتار رو زغال کرده، اما تازه فقط 8% رو تونستن خاموش کنن.
بیشترشون بیمه آتش سوزی داشتن ولی تا پایان سال 2024 فعال بوده، اما یه دفعه شرکت بیمه این بیمه ها رو کنسل کرده، یعنی برای سال 2025 تمدید نکرده و اینها دنبال این بودن که بیمه‌شون رو تمدید کنن، اما آتش که می‌بینید یک هفته از سال گذشته شروع شده. شهرهای جدید در لس آنجلس. دو تصویر. اول لس آنجلس مشهور و سرسبز، شهر ستاره‌های فیلم، اما حالا منظره شهر جهنم پر از دود آتش. درست صحنه مثل شهر هیروشیما ژاپن، گویا که اینجا بم اتم استفاده شده باشد. تا حال بیش از 24 نفر جان باختند و 16 تن دیگر ناپدید هستند. سوختن خانه‌های گران قیمت 10 و 20 میلیون دلاری ستاره‌های فیلم، در این میان سوختن خانه‌های چندین تن افغان. چشم دید 2 تن از افغان‌هایی که در این آتش‌ها گیر ماندند. ما خانه ما تفلکم خطه که در حدود 6 تن از افغان‌های ما بیشتری خانه ما کار شبانه‌روزی 12,000 پرسنل اطفاییه، اما بی‌نتیجه. هنوز هم بیش از 100,000 نفر آماده باش اضطرار و اعلام تخلیه. 12,300 ساختمان به خاکستر مبدل شده. آغاز دزدوزی و چور و چپاول در شهر لس آنجلس. بله، آتش سوزی شهر لس آنجلس آمریکا هنوز هم شعله‌ور است و وارد امروز که 9مین روز است، همچنان این آتش قربانی میگیره، همچنان این آتش شعله‌ور است، به هزاران ساختمان بلعیده و همچنان گفته میشه که در حدود بیش از 200 میلیارد دلار خساره به اقتصاد آمریکا وارد شده و هموطنان ما از افغانستان همشان نگران بودن و جویای احوال خانواده ها، اعضای فامیل و دلبندای خود آمریکا میشدن. حتی اونا فکر کرده بودن در افغانستان که گویا تمام آمریکا آتش گرفته و هیچ چیز در آمریکا باقی نمانده، به خاطر که تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی پخش نشر میشه، گزارش‌ها حاکی از این است که 12,300 خانه، مکاتب، ساختمان‌های تجارتی، دوایر دفاتر تجارتی، کلیسا رضایی هست. وصل خواهد شدیم که اینا در شهر لس آنجلس زندگی میکنن و متاسفانه چند شب هم باید خانه خود رها میکردن، ترک میکردن به خاطر هشداری که برشان داده شده بود. چی چیزا را اینا به چشم خود دیدن، چی تجربه های تلخ را از این آتش سوزی داشتن و چی ناگفته های را دارند. اجمل عزیز، سلام به خودت برسه. بسیار بسیار خوش آمدی به برنامه رخداد به استودیوی ما. سلام تقدیم شما حفیظ عزیز، تقدیم همکارای در دیگه جاهای کالیفرنیا صورت میگیره، ولی دولت توانایی زیر داره که آتش سوزی خاموش کنه. ولی طوری که در لس آنجلس آتش سوزی صورت گرفت، یعنی از کنترل دولت خارج بود. یعنی آنقدر وسیع بود، آنقدر بزرگ بود که مردم ساکن بر شدند که توانایی اطفائیه نمیتونست که برای از یک جا به دیگه جا خود آتش خاموش بسازه. اگرچه سیستم اطفائیه بسیار منسجم است، اگرچه در یک شهری که زندگی میکنیم از نگاه همه تکنولوژی، از نگاه همه سیستم امکانات اطفائیه بیشتر است و پیشرفته است، ولی براتون بگویم که بعض وقت قسم میشه که از کنترل یک اطفائیه براتون بگویم از یک کنترل یک شهردار خارج میپاشه. یعنی اینقدر مردم خانه خود از دست دادن، باور به خدا کنن که یک جای آتش بزنن و کوشش میکنن که ساکنین منطقه هست، همو شهری که هست، همو منطقه که از بوده باش میکنن اونجا رو به خطر بیاندازن و حادثه آتش سوزی که هست هنوز هم ادامه داره، ولی بیشتر از افروز بیشتر نسبتا کمتر شده، یعنی کم رنگ شده، ولی کوشش هم دارن هنوز هم خاموش بسازن. بله بله. اجمل عزیز، بالا برن و آب در وقت تا که پس شمالا که کم شد میتونن برن. این حال وقتی که شروع که شد دیگه هیچ کس نمیتونه بره استاد کنه. بسیار یک چیز سخت است. مسعود عزیز، بسیار تشکر. مسعود